همین مؤسسه اوچا و دیسوسی اینمیا که ما کمک کردیم. از اوچا تشکری میکنیم، از دیسوسی میکنیم، از ریاست حوادث و اقتصاد. دو دفعه بخش ما این پیسه را داد که این خانه را جور کنی شما. حال خانه ما جور شد خیلی بینی خانه تا ناباتان. این چیزایی که حالا که ما که ضرورت داریم در خانه یک فرش ظرف اینطوری چیزا دیگه به خانه دیگه ضرورت است دیگه. می راضی هستیم که می همکاری را که ما کردیم این خانه ما جور شد درست شد. بیسی از ریاست حوادث اقتصاد از مؤسسه با اوچا که نام داره ما از تشکر میکنیم. خیلی دیگه از دستش خوش هستیم دیگه. کسی را دیگه ندارم خداوند از دیگه کسی مؤسسه چیز کمک کنه نه واسه چه نه دیگه چیز است. می چهاردیوالی که شما خوب میشه دیگه برای ما. بسیار تشکر میکنیم از مؤسسه اوچا که به ما یک سرپناه جور کرد. همینطور از دیچسی دیگه یک تشکری میکنیم از حوادث ولایت کاپیسا و همینطور از ولسوالی سیدام کوهستان که همکاری کردن و کار ما را پیش بردن و یک خانه یک سرپناه بر ما درست کردن. سروی کردن ما برآمدیه که ما صاحب خانه شدیم. تشکر از مؤسسه اوچا دیسیچه که با ما خانه انداختن. تا فعلا فرش ظرفش نداریم که خانه را با ما انداختین. فرش ظرف نداریم تا که بخیر دیگه مؤسسه اوچا با ما کمکی کنه. تشکری میکنیم از مؤسسه اوچا. ما خانه ما را سیل برد تقریبا 13 نفر شهید دادیم. یک بدرزادیم، یک دخترک به اصطلاح اینا شهید شدن. دیگه باقی 11 نفر دیگه از دیگه بچه کاکا و نواسه کاکا بودن. امی خانه را جور کرده از طرف به اصطلاح اوچا با ما کمک شده. یار ما بر ما زحمت کشیدن. وقتی سه کمک کرد بر ما. ما از شما بسیار سپاسگزار هستیم. زنده باشین. خانه ما اثر سیلاب خراب شده بود دیگه. بسیار نیازمند بودیم. این مؤسسه دیگه مستحق دانست ما را. تعداد فامیل ما زیاد بود، جای نداشتیم. برای ما پیسه داد و همین خانه را برای ما درست کردن. برای ما و برای هر چی که اینجا در قریه نیازمند بود واقعا ضرورت داشتن کمک کردن برایشان.